بیگ بنگ شاید شروع کل جهان نباشد، اما شروع جهانی است که ما میشناسیم. اغلب دانشمندان معتقد بودند که جهان بی‌نهایت و نامحدود بوده، تا اینکه نظریه نسبیت انیشتین دید بهتری نسبت به جاذبه جهان به ما داد و حتی ادوین هابل کشف کرد که کهکشان‌ها در حال دور شدن از یکدیگر هستند، به شکلی که با تمام نظریه‌های گذشته مطابقت داشت. در سال 1964 به طور اتفاقی تشعشع پس زمینه‌ای کیهانی کشف شد که یک هدیه‌ای از جهان اولیه‌ای برای ما بود، به همراه سایر شواهد به دست آمده‌ای که باعث مقبولیت علمی نظریه بیگ بنگ شد. از اون زمان تا کنون تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای مثل تلسکوپ هابل به ما دید بسیار خوبی از بیگ بنگ و ساختار کیهان دادن. حالا چجوری میشه بیگ بنگ رو توضیح داد؟ چطور ممکنه که چیزی از هیچ به وجود بیاد؟ اول از همه این که بیگ بنگ یک انفجار نبود، بیشتر شبیه یک دافعه بود، زمانی که در یک لحظه تمام فضا حالت انبساط گرفت. حالا بیایم راجع به جاذبه مثبت و منفی صحبت کنیم. جاذبه چیه؟ نیروی جاذبه همانطور که از اسمش پیداست سبب کشش اجسام به سمت یکدیگر میشه. جاذبه نیرویی که به واسطه اون سیاره یا هر جسم دیگه‌ای اجسام مختلف رو به سمت مرکز خودشون میکشونن. این نیرو تمام سیاره ها رو در مدارهای مختلف به دور خورشید نگه داشته. این نیرو بین همه اجسام وجود دارد. اما انیشتین میگفت جاذبه منفی هم وجود داره، بهتره بهش بگیم دافعه یا انبساط. حالا این همه حرف و توضیح برای چی؟ دوباره تکرارش میکنم. بیگ بنگ انفجار نبوده، یک انرژی زیادی که به صورت دافعه تخلیه شده. اینجوری مثال بزنیم که جهان از یک نقطه خیلی خیلی کوچیک شروع شده و ناگهان به اندازه یک توپ فوتبال منبسط شد. شاید این سوال پیش بیاد که جهان چقدر میتونست بزرگتر بشه؟ جهان یا فضا، هر اسمی که براش میذارید هیچ مرزی برای خودش نداره و بیرونی برای جهان تعریف نمیشه. و جالبه بدونید بعد از 13 میلیارد سال گسترش کیهان همچنان ادامه داره. بعد از بیگ بنگ درجه حرارت کیهان به 10 میلیارد سانتیگراد میرسه. توی این محیط داغ اتم نمیتونه شکل بگیره و فقط ذراتی که برای تنها چند لحظه وجود دارن آشکار میشه. از گلوئون ها جفت های کوارک به وجود اومدن و همدیگر رو نابود کردن. بعد از تشعشعات بیشتر گلوئون اونا کوارک های دیگه‌ای با عمر دیگه‌ای رو برای واکنش پیدا کردن تا جفت کوارک و گلوئون های جدید به وجود اومدن. محیط به قدری گرم بود که همه چیز تقریباً یک چیز بود. در بحبوحه این واکنش ها بود که ماده بر ضد ماده غلبه کرد. جالبه بدونید امروزه هر اون چیزی که برای ما باقی مونده ماده است و تقریبا چیزی از ضد ماده یا همون آنتی ماتر برای ما باقی نمونده. به نحوی به ازای 1 میلیارد و 1 ذره ماده 1 میلیارد ذره ضد ماده هم به وجود اومد و به جای نیروی عظیم و قدرتمند در جهان نسخه های متعددی از اون که تحت قوانین متفاوتی عمل می کردن به وجود اومد. تا حالا جهان تا شعاع میلیاردها کیلومتر گسترش پیدا کرد که همین اتفاق باعث کاهش دما شد. چرخه تولید کوارک و تبدیل اون به ماده تاریک هم متوقف شد. از این لحظه به بعد با هر اون چی که برای ما باقی مونده به کار ادامه میدیم. کوارک ها شروع به تشکیل ذرات جدید هدرون ها مثل الکترون و پروتون میکنن. ترکیبات مختلف کوارک ها انواع مختلفی از هدرون ها رو به وجود میارن.
جهان صدها میلیارد کیلومتر گسترش یافته. حالا به اندازه کافی سرد شده تا اجازه بده بیشتر نوترون ها تبدیل به پروتون بشن تا اولین ذره اتم هیدروژن رو به وجود بیارن. زمان میگذره و همه چیز بسیار سریع خنک میشه و به حالت پایدار میرسه. اتم های تشکیل دهنده از لحاظ الکتریکی خنثی رو به وجود میارن. عده‌ای هم این دوره رو عصر تاریکی مینامن، چون که ستاره‌ای وجود نداشت. گاز هیدروژن هم اجازه حرکت به نور مرئی رو نمیداد. ولی خب منظور از نور مرئی چیه؟ زمانی که بعد از میلیون‌ها سال گاز هیدروژن در خودش جمع شد، تحت فشار عظیم جاذبه ستارگان و کهکشان‌ها به وجود اومدن. تشعشع اونها گاز هیدروژن پایدار رو تبدیل به پلاسما کرد و به خاطر همین اجازه حرکت رو به نور داد و سرانجام بود که نور به وجود اومد. خب حالا بیایم راجع به سوالاتی که میتونه راجع به بیگ بنگ برامون به وجود بیاد صحبت بکنیم. دقیقاً در لحظه شروع چه اتفاقی افتاد؟ میشه این بخش رو شروع بیگ بنگ در نظر گرفت که در حال حاضر هیچ تصوری از اون چی که اونجا رخ داده نداریم، چون توی این لحظه ابزارهای کاوشی که داریم برای ما کارایشون از دست میدن. حتی زمان و قوانین طبیعت توی اون لحظه همه چیز تبدیل به چیزی عجق و عجق میشه که در حال حاضر هیچ جوره نمیشه راجبش صحبت کرد. برای اون چه که در لحظه شروع رخ داد ما به یک تئوری نیاز داریم. تئوری نظریه نسبیت انیشتین و مکانیک کوانتوم رو با همدیگه ترکیب میکنیم. نظریه‌ای که تعداد بیشماری از دانشمندان در حال حاضر دارن روی اون کار میکنن. سوال بزرگ اینجاست: آیا جهان‌های قبل از جهان ما وجود داشت؟ آیا این جهان اولین و تنها جهان ماست؟ چه چیزی باعث بیگ بنگ شد؟ آیا به صورت طبیعی این اتفاق توسط نیروهایی که هنوز برای ما ناشناخته هست رخ داده؟ علم بشر اونقدر پیشرفت نکرده که بتونیم به این سوالات پاسخ بدیم. شاید هیچ وقت جواب این سوال برامون روشن نشه، اما میدونیم با توجه به مدارک و شواهد جهانی که توش زندگی میکنیم اینجوری آغاز شده. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودی رفیق. اگه از این ویدیو خوشتون اومد اون دکمه لایک رو بزن، حتما نظرتو بنویس و سابسکرایب هم فراموش نکن که ویدیوهای بعدی از دست ندی.